قصه خر و گاو. روزی بود و روزگاری بود. یک مرد روستایی یک خر و یک گاو داشت که آنها را با هم در طویله می‌بست. خر را برای سواری نگه می‌داشت، اما گاو را به صحرا می‌برد و به خیش می‌بست. زمین شخم می‌زد و در وقت خرمنکوبی هم گاو را به چرخ خرمنکوبی می‌بست و به کار وامی داشت. یک روز که گاو خیلی خسته بود، وقتی به خانه آمد هی با خود حرف می‌زد. خر پرسید: چرا ناراحتی و با خودت حرف می‌زنی؟ گاو گفت: هیچی، شما خرها به درد دل ماها نمی‌رسید. ما خیلی از شما بدبخت‌تریم. خر گفت: این حرفا کدام است؟ تو بار میبری، ما هم بار میبریم. دیگر بهتر و بدتر ندارد و فرقی نمی کند. گاو گفت: خیلی هم فرق دارد. خر را برای سواری و باربری میخواهند و دیگر هیچ کاری با شما ندارند. ولی ما باید زمین شخم بزنیم، موقع خرمن هم چرخ خرمنکوبی را بگردانیم و شیر هم بدهیم. تازه آخر سر هم سر و کارمان با قصاب میافتد. همین امروز اینقدر شخم زدم که پهلوهایم از فشار گاو آهن درد می کند. نمیدانم چه گناهی کردم که اینطور گرفتار شدم. خر دلش سوخت و گفت: حق با توست. میخواهی یک کاری یادت بدهم که دیگر تو را به صحرا نبرند و از کار کردن راحت شوی. گاو گفت: نمیدانم. میگویند خرها خیلی نفهمند و میترسم یک کار احمقانه یادم بدهی و به ضررم تمام شود. خر گفت: ما آنقدرها هم که مردم میگویند خر نیستیم و برای همین است که ما را به خویش زنی و چرخگردانی نمیبرند. حالا تو یک دفعه نصیحت ما را امتحان کن، ببین چه میشود. به عقیده من باید خودت را به بیماری بزنی و آه و ناله کنی و از راه رفتن خودداری کنی. هیچ کس هم به زور نمیتواند از کسی کار بکشد. گاو گفت: آن وقت چوب بر می دارند و میزنند. خر گفت: کمی کتک خوردن از بسیاری کار کردن بهتر است. صبح که می آیند تو را به صحرا ببرند، باید یک پهلو روی زمین دراز بکشی و سر و صدا کنی. 4 تا هم ترکیبت میزنند و وقتی دیدن از جایت تکان نمیخوری رهایت میکنند. گاو گفت: راست میگویی. با همه نفهمی اینجا را خوب فهمیدی. فردا صبح گاو یک پهلو روی زمین دراز کشید و شروع کرد به آه و ناله کردن. هر قدر هم که مرد روستایی کوشش کرد، نتوانست او را سر پا بلند کند. ناچار از طویله بیرون رفت تا فکر دیگری بکند. خر گفت: دیدی چه فکر خوبی کردم؟ باز هم بگو خرها نمیفهمند. چند دقیقه گذشت و مرد دهقان که گاو دیگری پیدا نکرده بود به طویله برگشت. دهنه و افسار را بر سر خر زد و او را بیرون برد. خر وقتی داشت بیرون میرفت به گاو گفت: فراموش نکن که تو باید تا شب همینطور خودت را بیمار نشان بدهی، وگرنه ممکن است وسط روز بیایند تو را به صحرا ببرند. گاو گفت: خداوند عمر و عزت شما را زیاد کند. مرد روستایی آن روز خر را به جای گاو به صحرا برد و به خیش بست و شروع کرد به کار کردن. خر با خودش فکر می کرد: آمدم برای گاو ثواب کنم، خودم کباب شدم. راستی که عجب خری هستم. یک نفر به من بگوید نانت نبود، آبت نبود، نصیحت کردنت چه بود؟ خر قدری کار می کرد و وقتی به یاد گاو می افتاد از کار خسته می شد و از راهنمایی خود پشیمان می شد. با خود می گفت: عجب خری هستم من. نزدیک ظهر خیلی خسته شد و با خود گفت: خوب است حالا خودم هم به نصیحت خودم عمل کنم. همانجا گرفت و خوابید و شروع کرد به سر و صدا کردن. مرد دهقان رفت یک تکه چوب برداشت و آمد شروع کرد به زدن خر و می گفت: خر نفهم، می بینی گاو